ما تو مبحث اسباب بازی چیز جالب داریم، توصیه‌ای داریم حتی برای اسباب بازی. میگیم اسباب بازیایی بخرید که بسیار ارزان قیمت باشن. میدونی برای چی ارزان باشن؟ برای اینکه وقتی شیکوندش ناراحت نباشیم. اگه تو یه ماشینی میخوای بخری که بعداً بچت میخواد بررسی کنه، اینی که ببینی اصلا این مکانیک داخلش چه جوریه که داره کار میکنه، الان ماشینی نباید بخری که این هزینه بکنی. خب وسیله‌ای بخرن که بازم اگر خرابش بکنه خیلی ضرر نکنه، ولی همون ماشین کنترلی و اونجوری گرون قیمت رو توی سن خاصی میتونی بخری، نیازی هم نداره اصلا بزنه بشکونتش. این من بودم که اسباب بازی که انتخاب کردم با شرایط اون آدم سازگار نبوده و نمیخورده، نه اینکه اون بچه خرابکار بوده. آره بعضی وقتا این انگ یا برچسب به بچه‌ها میزنیم، میگیم بچه من از اوناست که مثلا اسباب بازی دستش سالم نمیمونه، خرابکاره. بچه من فلانه، ایراد ازش میگیم، در صورتی که تو بلد نبودی اسباب بازی که براش بخری مناسب سنش باشه. چیز طولانی هستن داریم، مثلا ببین کلی کتاب دربارش داریم که چه اسباب بازیایی تو چه سنایی باید خریده بشه، کدومو نباید بخریم براشون. ما بچه‌ها رو آزاد میذاریم چیزهایی رو به دست بیارن، چیزهایی رو خودشون کنکاش کنن و بسازن و باید بهشون اجازه بدیم دخل و تصرف تو محیط کنن، حتی بتونن خرابکاری کنن. آره ولی وقتی من یهو موبایلم همراه تلفن هم دستیمو میذارم در اختیارش، اون حق داره حتی خرابش کنه. یا شما وضعت خیلی خوبه، برات مهم نیست هی گوشی تو میتونی بدی بهش خراب کنه، بس نباید ناراحت بشی. یا اگر فکر کنی این کارو میکنه، خب موبایل اسباب بازی باید براش بخری که اگه دوست داره باش بازی کنه، حتی بزنه بشکونتش. اینو باید با توجه به سنش و توانمندیش و اون کاری که انجام میده بسپاری. بچه‌های 2-3 ساله که میره بالا دیگه دنبال خرابکاریه، دنبال دخل تصرفن، اسباب بازی‌ها رو میشکنن، خرابکاری میکنن، این کارا رو زیاد انجام میدن. اینا به معنای اشکالات رفتاری نیست، اینا رشد بچه‌ها.